و بالاخره رسیدیم به اصلی ترین بخش این دوره، یعنی وظایف و خدماتی که تو به عنوان یک ادمین یا مدیر کانال یوتیوب باید انجام بدی و به ازای انجام دادن این وظایف و خدماتی که علاوه بر درآمد دلاری، درآمد ریالی بسیار خوبی هم میتونی داشته باشی. به طور کلی وظایف تو به عنوان یک ادمین کاملا بستگی داره به قراردادت با صاحب کانال و مفادی که توی اون قرارداد نوشتین. اما من با توجه به تجربم از ادمین بودن کانال های یوتیوب مختلف میخوام وظایف یک ادمین رو توی این دوره به دو دسته تقسیم بکنم. دسته اول وظایف اصلی یا وظایفی که باید و حتما یک ادمین و مدیر کانال یوتیوب اونها رو انجام بده و دسته دوم خدمات و وظایفی هستند که افزون برقرار دادن و جز وظایف اصلی یک ادمین نیستن و به ازای انجام اون خدمات اضافه تر شما به صورت جداگانه علاوه بر هزینه ادمین بودن هزینه انجام اون کارها رو هم از صاحب کانال دریافت میکنی. اما خب فعلا بریم سراغ وظایف اصلی و بهت بگم که این وظایف چی هستن و چجوری باید اونها رو انجام بدی. اولین وظیفه اصلی تو قاعدتاً ساخت کانال و انجام تنظیمات مربوط به کانال یوتیوب به بهترین شکل ممکنه. توی یوتیوب یک سری تنظیمات وجود دارن که اگر یک کانال یوتیوب اون تنظیمات رو به درستی انجام نده نمیتونه از تمامی پتانسیل بازدید گرفتنش استفاده بکنه. حالا در مورد موضوع ساخت کانال و انجام تنظیمات به شکل درست از اونجایی که تا به اینجای دوره هیچ صحبتی نکردم توی یکی دو قسمت بعدی دوره به صورت کامل راجع به این موضوعات صحبت میکنم. وظیفه اصلی دوم شما تحلیل کردن کانال یوتیوبه. یوتیوب یکی از پلتفرم‌هاییه که به صورت کلی اعداد و ارقام بسیار زیادی، داد و اطلاعات بسیار زیادی در اختیار صاحب یک کانال قرار میده تا بتونه به کمک اون داد و اطلاعات، اون داد و ارقام ویدیوهای بهتری برای مخاطبینش بسازه. اما خب همونطوری که در فرایند این دوره متوجه شدی افراد بسیار زیادی هستن که اصلا نمیدونن کانال یوتیوب رو چجوری باید تحلیل کرد. شاید به صورت بیسیک و ابتدایی یه سری اطلاعات در اختیار داشته باشن اما خیلی از افراد هستن که نمیتونن به صورت تخصصی و به صورت پیشرفته کانال یوتیوب خودشون رو تحلیل بکنن و این وظیفه تو ادمینه که این کار رو انجام بدی تا بتونی سرعت رشد اون کانال یوتیوب رو افزایش بدی. اما وظیفه اصلی سوم و بسیار پرتکرار تو به عنوان یک ادمین ایده پردازی و دادن مشاوره است. شما باید به کمک اون تحلیلی که انجام میدی، تکنیک و ترفندهایی که من در ادامه بهت آموزش میدم و توضیحاتم از ابتدای دوره تا به الان به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه، حالا با توجه به قراردادی که با صاحب کانال مینویسی، به صاحب کانال مشاوره بدی، بهترین ایده های ممکن رو بهش معرفی بکنی، بهش بگی چه کارهایی باید انجام بده و چه کارهایی نباید انجام بده تا سرعت رشد کانال یوتیوبش افزایش پیدا کنه. وظیفه اصلی چهارم شما آپلود کردن، انجام تنظیمات و سئو کردن ویدیو هاست. شما تا به اینجای کار با توجه به توضیحاتم یاد گرفتی چه عنوانی باید برای ویدیوت بنویسی، چه سبک عنوانی رو باید انتخاب کنی، یاد گرفتی که چه عواملی باعث میشن که مخاطب جذب یک ویدیو بشه. وظیفه پنجم اصلی شما آپلود روزانه کامیونیتی پسته، یعنی شما باید توی یک کانال یوتیوب به خاطر افزایش ارتباط و تعامل مخاطب با اون کانال و اون یوتیوبر و عملاً افزایش بازدید ویدیوهای قدیمی و جدیدی که اون کانال منتشر میکنه به صورت روزانه انواع پست های متنی، نظرسنجی، امتحانی و تستی و انواع پست های تصویری قرار بدی. اما خب بریم سراغ خدماتی که جز وظایف اصلی شما نیستن و افزونن بر قرارداد شما که شما میتونی به ازای اون خدمات هزینه‌های جانبی و جداگانه‌ای دریافت بکنی. اولین خدمت اضافه و جداگانه و اضافه تر طراحی کردن تامنیل یا کاور ویدیو هاست. به صورت معمول وظیفه طراحی کردن تامنیل بر عهده ادمین کانال یوتیوب نیست مگر اینکه شما توی قرارداد، حالا با توجه به صحبتی که با صاحب کانال میکنی، انجام و طراحی تامنیل رو هم جز وظایف اصلی خودت به قرارداد اضافه کنی. حالا اگر صاحب کانال گفت که من فرصت نمیکنم که خودم تامنیل ها رو طراحی بکنم و نیاز به طراح دارم، اگر خودت فرصت داشتی که تامنیل ها رو طراحی بکنی، میتونی وظیفه انجام این کار رو خودت بر عهده بگیری و حالا با توجه به عرف بازار
برای اون تامنیل از صاحب کانال به صورت جداگانه هزینه دریافت بکنی. اما اگر خودت فرصت نداری، از اونجایی که تو باید با طراح کاور در ارتباط باشی تا بهش بگی چی بسازه، چی نسازه و چه عواملی باعث میشن که روی ویدیو مخاطب بیشتر کلیک بکنه، با توجه به دغدغه مخاطبین اون کانالی که مدیریتش رو بر عهده داری، در نتیجه تو باید تیم سازی بکنی، با 2-3 تا طراح وارد مذاکره بشی و طراحی‌های تامنیل اون کانال رو به کمک اون طراحا انجام بدی. خدمت اضافه دوم ادیت کردن ویدیو هاست. ادیت کردن ویدیو دقیقاً مثل طراحی تامنیل جزء وظایف اصلی یک ادمین نمیتونه باشه، ولی حالا ممکنه صاحب کانال نیاز به ادیتور هم داشته باشه. باز دقیقاً مثل طراحی تامنیل، اگر شما خودتون فرصت داشتین که ادیت انجام بدین، میتونین ادیت انجام بدین و به خاطر اون ادیت هزینه جداگونه باز دریافت بکنی، و اگرم فرصت نداری باز میتونی با 1-2 تا ادیتور صحبت بکنی، ادیت ویدیوها رو به اونها بسپاری، نکات مهم و نکاتی که باعث میشن مخاطب از ویدیو لذت بیشتری میبره رو به اون ادیتورها منتقل بکنی تا در نهایت ویدیوی بهتری ساخته باشی و نتیجه بهتری از خودش اون ویدیو به دنبال داشته باشه. توی قسمت‌های بعدی همونطوری که گفتم در مورد تک تک این وظایف و کارهایی که باید انجام بدی و در مورد اینکه چجوری باید با صاحب کانال‌ها قرارداد ببندی و چه هزینه‌ای رو باید دریافت بکنی و چجوری میتونی درآمد بالاتری داشته باشی از این حوزه به صورت کامل برات توضیح میدم. پس منتظر قسمت‌های بعدی باش، توی اون ویدیوها میبینم. فعلا یعنی چیزی که تو کم داری، اگه داشته باشی پشت کار میشه سر ما کانالت مانیتایز، تو حسابت نقش شده درآمد برج، بس رو به جلو و سرعت